از طرف جبهه مردمی گامدون انقلاب اسلامی استان کردستان اومدیم مجددا میثاقی با امام شهدا رهبری ولایت فقیه و لبیکی به بیانیه گام دوم حضرت آقا با شهدای میثاق رو ببندیم. نماینده نسل کرد و نسل فعال مدنی ماهایی هستیم که از نظام انقلاب و خانواده هایی هستند که شهدایی تقدیم کردند، جانبازان و ایثارگران هستند. باید در کنار هم دیگه دست در دست هم جبهه رو جلو ببریم، جبهه‌ای که تشکیل شده است از تمام دوستان و بزرگواران، معتمدین، نخبگان و دارای نفوذهای اساتید که در این جلسه حضور دارند و خواهران معزز. ما اینجا سهمخواهی نخواهیم، سهمم نمیخواهیم، ولی در عاطفیت و مردمی بودن عاطفیت ما دست در دست هم فعالیت خواهیم و میخواهیم در کنار رهبری و همچنین اینجا اومدیم بیعتی بکنیم با حجت اسلام و المسلمین آقای بوذهبی که ایشون هم به عنوان نماینده ولی فقیه بوی رهبری رو در استان به ما میدهد و برای ما بزرگوار هستن. اینجا رو آشیانه و پناهگاه برای نیروهای انقلابی او في عالم دوري سيد بزرگواری التي يسك لنا كرامدي وقوتنا وعملنا رحته اي سيد ما كيش ما هاتنا خدمتنا دير مزاحمة بيوين هاتين بنا يا بدك هاتن الدجني ما افزايش كده كرامناين يارانا ندامي ومن نتو الدولة الروحانية اي شيء من اين يكنا اغا الروحاني او مقوى اغا الدولة قبل ذي وبيو إما هاتن شد فرجزات من بقول يارانا رجعنا حساو هالمكري آیا بعد زیا اشکال زایش بدری آیا نه؟ او چه پنجزار منوالی وات کردن او مقاول نه گوش و پیزنیان برنجی و پیزنیان ایسه چهار لواشی که دیشب زایش کردن و چه نخبر مردم بس اینا ایسه آقای رئیسیات که ای کارک که ای هدفی هستی نوع کشمان نرده که عنوان خاتم نخبرتی وادا کوین دعوت کردن و کسی میدن که بدانی حق نمست نه فقط نفکر خیام نه فقط نفکر هدف خیام با توجه به عملکرد درستی که جناب آقای رئیسی در این مدت داشتن همه ما لبیک میگیم به دستگاه مقام معظم رهبری و در همین انتخابات شرکت میکنیم و جناب آقای رئیسی رو انتخاب اصل خود ما به عنوان انصارهای و یک بازوی قدرتمند بدون سهمخواهی در این دیدیم ما بدون بازو نشان میدهیم نه ما هم کمک بازو باشیم برای شما و کمکتون بکنیم. هم جوان هستیم، هم انقلابی هستیم، هم پیشینه شما رو داریم، چرا در استانهای دیگر ازشون استفاده بشه پس در اینجا و ما هم خوشحال هستیم از اینکه آقای دکتر خزایی ما بودن. همه این دوستان هر کدوم قطبی هستن در سطح استان ما و این رو بگیم خدمت شما. ما تو تا بیانیه صادر کردیم، همون موقع حضرت علی رو به عنوان استاندار معرفی کردن و در سطح کشوری هم پخش کردیم و اگر گوشه خطایی باشه مطمئن باشه انتقاد خواهیم کرد و این تیم هر کدومشون یکی از شاخ‌ها و یکی از نیروهای قوی و منتفذین تو سطح استان هست. ما انتظار از حضرت علی داریم که انشاءالله همینطور که جهادمندان انقلابی حرکت کردیم این راه رو ادامه بدیم. ما هم در خدمتتون انشاءالله راه سلیمانی و دوستان رو ادامه خواهیم داد. ما هم در خدمتتون خواهیم بود. بحث اقتصاد مقاومتی که در منویات مقام معظم رهبری روش تاکید مرکب شد. همین کار فرهنگی که دوستان در سپاه پاسداران انقلاب چندین سال از زحمتشون میکشه، امنیت، جوانگرایی و اینکه بیایم دیگه بس آقای مدیر، آقایی که رئیس فلان اداره، آقایی که شورای فلان جایی، دیگه بس جوانها بیان. همین که مقام معظم رهبری گفت فرمودند در صحبت‌ها و بیانیه گام دوم تاکید فرمودند که حتما بتونیم از اون جوانها استفاده بکنیم و این کار را خواهیم کرد اگر بخواهیم. و این شعار مقام معظم رهبری رو تاکید فرمودند ما میتوانیم یاد بمونیم که میتونیم. چرا میبینید که دارن مایوس میکنن ما رو، دارن فرهنگ ما رو اصلا دارن به بیراهه میکشونن. علت چیه؟ علتش همین ناهماهنگیه. اگر راه شهدا، راه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی که امنیت همه ما مدیون ایشونه، اگه این خون و این راه رو ادامه بدیم اشتباه نخواهیم کرد. سالاری داریم میگه باید جلو خود دیگه جلو عکس